برای چی داخل این فیلم ما لطفا که یکیش از شخصیتان تاثیرگذار بلوچستان رو به شما معرفی بکنیم که تلاش زیاد و مبارزات زیادی داشته در راستای ایشی که یه پارلمان دموکراتیکی به بلوچستان جوړ بکن و آن نفوذ سران و سرداران چه بلوچستان جدا بکنده. میر گلخان نصیر معروف به ملک الشعرای بلوچستانی که 14 می 1914 به دنیای و 6 دسامبر 1983 آی وفاته. گشتر آثار این شاعر به زبان بلوچی اما به زبانهای انگلیسی، اردو، براهوی و فارسی هم نوشته های داری. قبل از این که اصلا ما دستاوردهای این شاعر بررسی بکنیم و بگوشیم که چی کرده و چی نکرده، بهتره که یک کمی با اوضاع جهان تا دوره زندگی این شاعر بپردازه و اصلا بگوشیم که زمانی که این شاعر به دنیا یعته و اصلا در طول زندگی چه اتفاقاتی در دنیا رخ داد. پاکستان در واقع داخل سال 1956 به طور رسمی تشکیل میده و یعنی که زمانی که میر گلخان نصیر به دنیا یعته یعنی سال 1914 پاکستانی اصلا وجود نداشته و پاکستان در اواخر عمر این شاعر تقریبا اعلام استقلال کرد. ایران طی دوره تحت نفوذ قرارداد 1907 به 3 قسمت تقسیم بوده که قسمت شمالی تحت سلطه روسیه، قسمت جنوبی تحت سلطه بریتانیا که بلوچستان تهمی قسمت قرار داری و قسمت وسطی هم قسمت بی‌طرفی. نصیرخان تا سال 1914 داخل یک خانواده مسلمان بلوچ ته نوشکی در زمان حکومت بریتانیا به دنیا یده. آی پس نامی حبیب خان و چه قبیله منگل بوده و آی ماس هم نامی بیبی هوران چه شاخه رخشانی بوده. نصیرخان تا کلاس 4 داخل وتی روستا درس وان، اما از آنجایی که حالا تر آی روستا شرایط ادامه تحصیل فراهم نبوده، برای ادامه تحصیل و رفتن به کلاس های دبیرستان آی به شهر کویت رو و در دبیرستان دولتی سندمن ادامه تحصیل داده. برای ادامه تحصیل عالیه هم آی به کالج اسلامی لاهور روته که طی آن زمان لاهور مرکز دانش و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بوده. نصیرخان داخل لاهور تحصیلات زیادی گندی و چیزهای زیادی یاد گرفتیم و در کل توانه بگوشیم که این دورش از زندگی نصیرخان که خیلی زیاد هم نبوده در واقع تأثیر زیادی سر کاران که آی بعداً انجام دادن هیلید. یکیش ای چیزایش این که نصیرخان وقتی به لاهور رو با ورزش‌های مختلف آشنا بیده مثل بوکس، فوتبال. آی داخل تیم فوتبال ثبت نام کردن و بوکس به صورت حرفه‌ای ادامه دادن تا جایی که مسابقات قهرمانی بوکس دانشگاه‌های سراسر هند نایب قهرمان بی و طی همین مسابقات هم آیوتی پونز پروشیده. عقیل خان منگل گوشی که بوکس به نصیرخان همین که کمک کنند که آی به وسیله بوکس چه بسیاری مشکلات زندگی و خلاص بید. علاوه بر ورزش، جنبش‌های سیاسی و فرهنگی، اجتماعی ادبی داخل لاهور تاثیر زیادی به نصیرخان هیله و هنگامی که آی به کویت برگردی در واقع آدم سابق نهی. با اینکه نصیرخان داخل لاهور خیلی پیشرفت کن و به ادامه تحصیل علاقه زیاد داری، اما متاسفانه موفق نبی تحصیل عالیه و تا ادامه بدنده و این خاطر که تا سال دومی که آی تی کالجی یه تیکه زغالی آی تچم آی رو و باعث بی که آی بگردی به وقتی شهر. اما بلوچستان تا آز زمان نظر اداری به چندین بخش تقسیم بیده. این زمانی که نصیرخان برگردی یکی بخش ها ایالت کمیسر ارشد که تحت حاکمیت مستقیم بریتانیا قرار داری و یکی دیگه ایالت های شاهزاده که تحت سلطه غیر مستقیم بریتانیا. ایالت کمیسر ارشد طی دوره 1876 تا 1891 توسط 3 معاهده بین رابرت سندمن و خان کلات تشکیل که رابرت سندمن افسر ارتش هند بریتانیایی و مدیر استعمار داخل بلوچستان که و خان کلات این معاهده بندی. ایالت‌های شاهزاده که بین سالهای 1947 تا 1948 به دنبال تجزیه هند تشکیل بیان، بعداً با استقلال پاکستان به پاکستان ملحق بیان و در کل ایالت‌ها تحت سلطه غیر مستقیم بریتانیا قرار دارند
یه طور که بریتانیا به وسیله سرداران این منطقه کنترل کرده، آیان پول ده و در عوض آیان امتیاز. نصیرخان در واقع برای پایان دادن سلطه بریتانیا و مهار نفوذ سرداران مجبور بی که وارد سیاست ببیده. خیلی ما شما اصلا فکر نکنین که در واقع بلوچستان چیزی حدود 100 سال قبل انجمن داشته، حزب داشته و رئیس جمهور، اما در واقع تمامشان تا زمان بلوچستان داشته، به طوری که 5 فوریه 1937 سیاستمداران جوان کلات دور همدیگه جمع بیان و یک سازمان سیاسی جدید به نام حزب ملی ایالت کلات تشکیل ده. قبل چه یه حزب دیگه هم شما داشتن که انجمن اسلامی ریاست کلات بوده. اما خب حزب ملی ایالت کلات که در واقع الان مش میبحثیم و یکی چه اعضای اصلی میرگلخان نصیره توسط سیاستمداران جوان کلات تشکیل بیده. اعضای این حزب میر عبدالعزیز کردین به عنوان رئیس جمهور انتخابی، میرگلخان نصیرین که به عنوان معاون رئیس جمهور انتخابی و ملک فیض محمد یوسف زی که به عنوان دبیر کل انتخاب بیده. این حزب وابسته به کنگره ملی هند بوده و نقش مهمی در مهار قدرت و نفوذ سرداران داشته و در واقع تلاش کرده که مالیات هایی که سرداران و فقرا تحمیلش کرده لغو کنه. اما خب ته زمان ما داخل کلات یه سری رتبه بندی هایی داشته ایم که بالاترین رتبه بندی محلی خان کلات بوده که در واقع یه جوری سعی کرده هم اقتدار وطن به عنوان رئیس سنتی قبایل بلوچ حفظ بکنه، هم بین بلوچانی که الان دنبال دموکراسی و دنبال آزادی و سرداران یه صلحی ایجاد بکنه. ولی خب همیشه ممکن نبوده، چون به هر حال جوانان بلوچ دنبال آزادی و دنبال رهایی چه دست سرداران بوده و خب سرداران قطعا این شیرش قبول نکرده، تا جایی که تا سال 1939 فعالیت‌های ملیگرایان بلوچ انکبت سرداران و انگلیسیان متضاد بیته که انگلیس خان کلات تحت فشار قرار دادند تا انجمن ملیگرایان داخل کلات غیرقانونی اعلام بکنه و فعالیت این انجمن ممنوع بکنه. نصیرخان از سال 1939 تا سال 1978 چندین بار به اتهامات مختلف دستگیر بید که تمامی اتهامات مربوط به سیاست بیان. آقای در مجموع تقریبا 15 سال چه زندگی و تا داخل زندان گذرید. خدمات ادبی که این شاعر داشته به زبانهای انگلیسی، اردو، بلوچی، براهویی و فارسی. البته بیشتر اشعار آیی به زبان بلوچی هست. میرگلخان نصیر و فیض احمد فیض رفاقت صمیمی داشته، تا جایی که یه بری فیض احمد آیه پیشنهاد دادن که اشعار وته به اردو ترجمه بکنه، اما میرگلخان نصیر به دلایلی پیشنهاد رد کرد. میرگلخان نصیر پس از مرگی در سال 2001 به دلیل خدمات ادبی که ارائه داده جایزه ستاره امتیاز دریافت کرده که جایزه مخصوص رئیس جمهوره و در سال 1962 زمانی که دولت اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت به فیض احمد جایزه لنین اعطا بکنه، آیا این جایزه به میرگلخان نصیر لطفاً که اعطا بکنه، اما خب به دلیل اختلافات و فعالیت‌های سیاسی که میرگلخان نصیر تا زمان داشته آگه اجازه ندن که به مسکو بروده و در واقع در رابطه با جایزه لنین همین که شما رو بگوشم که معادل ای جایزه زمان حال حاضر جایزه نوبله و آن زمان خیلی ارزش داشته که دولت اتحاد جماهیر شوروی ای جایزه به کسی اعطا بکنه. تا اواخر عمر میرگلخان نصیر سلامتی دچار تهدید بیده و آقای به سرطان ریه مبتلا بیده. متاسفانه آقای پول کافی نداری که به موقع درمانش شروع بکنه و
نزدیکان وطن پول نگی پیکار. نهایتا آقای 6 دسامبر 1983 داخل بیمارستانی در شرق میانه کراچی وفات کرد که آقای به وتی روستا داخل نوشکی برگردینه و طی یه راهپیمایی عظیمی که داخل 7 دسامبر 1983 به وقوع پیوندی طی وتی روستا قبر بیدیم. خیلی ما تا الان ممکنه که نزانتن که ما رئیس جمهور داشتگیم، حزب داشتگیم و به دنبال دموکراسی بودیم قبل از اینکه اصلا خیلی کشورهای دور اطراف بلوت حتی به این سمت بیان.